نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. همانطوری که در عنوان برنامه ملاحظه نمودید، موضوع این هفته ما رشوت و فساد اداری است و خصوصا در مورد افغانستان میخوایم صحبت بکنیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، دو موضوع رو من میخوام اینجا خدمت شما عزیزان بیان بکنم. اولا، هدف ما از این برنامه توهین، اهانت یا اتهام به حکومت افغانستان یا به کارمندان اداری در ارگان‌های مختلف یا به شخص معینی نیست. مسئله دوم این که هدف ما از این برنامه نصیحت است، هم برای زمامداران، هم برای عموم مردم و هم برای کسانی که به شکلی در وظایف دولتی به عنوان کارمند و کارگر در ارگان‌های مختلف دولت کار می‌کنند و هدف ما بیان حکم این بیماری بزرگ اجتماعی است که حکم این عمل زشت، رشوت و فساد اداری از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خدمت شما عزیزان و بزرگواران بیان خواهیم کرد. و من حقیقتش بعضی از کامنت ها رو قبل از این که حتی برنامه شروع بشه، از یک هفته پیش که دوستان اعلان کرده بودن، مطالعه می کردم. بعضی عزیزان به قول معروف نخوانده امضا کردن، یعنی عنوان رو دیدن و خلاصه قلم فرسایی کردن و متهم کردن که برای شما دشمن امارت اسلامی هستید یا دشمن فلان و علان هستید یا شما این هستید و آن هستید. و راه صحیح و روش اسلامی این است که ما سخنها را بشنویم. فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت به اون بندگانی که سخنها را میشنوند و از بهترینش پیروی میکنند. هدف ما بیان آثار سلبی و زشت و تأثیرات منفی این آفت و این بیماری اجتماعی است که خدمت شما عزیزان از لابلای نصوص قرآن و سنت انشاءالله بیان خواهیم کرد و در پایان برنامه هم فرصت خواهیم داد به شما عزیزان، خاصتا کسانی که دوست دارن تجربه هایشون رو در مورد رشوت و فساد اداری بیان بکنن و یا اگر پیامی دارن به گوش مسئولین از طریق این برنامه برسانند. نخست میریم در قرآن کریم و ببینیم که الله سبحانه و تعالی در مورد رشوت در قرآن کریم چه فرموده است. اولین آیه رو که من خدمت شما عزیزان میخوام در اینجا نشون بدم، این آیه زیبایی است که در سوره بقره آیه 188 الله سبحانه و تعالی این گونه میفرماید که ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. اموالتان را در بین خود به باطل نخورید. این حکم یک حکم عام است که شامل همه مواردی که خوردن اموال یکدیگر
به ناحق باشه، دزدی باشه، رشوت باشه، فساد باشه و گران فروشی باشه، احتکار باشه، سوء استفاده باشه، همه این موارد رو در بر میگیره. اما بیشتر در مورد رشوت صدق میکنه. چرا؟ یک نفری شایسته یک مقامی نیست، شایسته یک خدمتی که برای او ارائه میشه نیست، شاید با دادن رشوت و با دادن پول یا حالا تنها پول مطرح نیست، یعنی بعضیا هدیه میدن، بعضیا نمیدونم پولی میدن در مقابل فاکتورهای فلانی رو، مثلا کارمندی رو پرداخت میکنن، برق، تلفن، موبایل. همه این موارد رشوت است که مفصل انشاءالله بیان خواهیم کرد. و توسط این رشوت دادن حق دیگران ضایع میشه، طرف چیزی رو به دست میاره که شایستگی اون رو نداره، یا در مسئله زمان یا در مکان یا در هر موضوعی که حق دیگران پایمال بشه و ضایع بشه و در مقابل اون پولی پرداخت بشه. و این رو الله سبحانه و تعالی باطل بیان میکنه برای ما. این پولی که در اینجا رد و بدل میشه و این هر شیئی که در اینجا در مقابل خدمتی که طرف شایستگی اون رو نداره پرداخت میشه، این باطل هست. در اینجا حکام بیان شده. حکام کسانی که امور مسلمان ها در دست اونهاست. حالا میتونه رئیس جمهور باشه، امیرالمومنین باشه، وزیر باشه، رئیس باشه، مدیر باشه، مأمور یک قسمتی در یک ارگان دولتی باشه. همه اینها در زیر حکام جای میگیرن. و الله متعال میفرماید که اموال خودتان را در بین خودتان به باطل و ناحق نخورید و به عنوان رشوت قسمتی از آن را با حاکمان و قضات ندهید. حاکم در اینجا میتونه قاضی هم باشه، چون که حکم میکنه در بین مردم، تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، در حالی که شما میدانید که این کار گناه بزرگی است. یک نگاهی اگر ما به تشکر میکنم از دوستان عزیز، یک نگاهی اگر ما به این آیه بندازیم و بریم عقب‌تر، ببینیم که الله سبحانه و تعالی، چون کسانی که با قرآن کریم و با علوم قرآن آشنا هستند، گاهی اوقات سیاق و سباق یک آیه ما قبل و ما بعدش یک سری دلالت هایی داره بر اون حکمی که الله سبحانه و تعالی در آیه از آیات بیان میکنه. ما دوستان اگر اینجا رو نشون بدن، یک صفحه اگر عقب‌تر بریم، در اینجا از این آیه اصلا شروع میکنیم، از آیه 183. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله سبحانه و تعالی در اینجا حکم فرضیت روزه رو بیان میکنه. بعد از اون در مورد کسانی که در سفر هستن در روزه چیکار بکنن. بعد از اون در مورد ماه رمضان صحبت میکنه، آیه معروفی که در ماه‌های رمضان حتما شنیدید: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. تا که در مورد شرک و توحید صحبت میکنه الله سبحانه و تعالی: و اذا سألك عبادي انی فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اگر در مورد من میپرسند از تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله سبحانه و تعالی کجاست، الله سبحانه چگونه صدای ما رو میشنود، چگونه دعای ما رو استجابت میکند، فإني قریب، من نزدیکم، اجابت میکنم دعای دعا کننده را وقتی که مرا میخواند. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. پس الله سبحانه و تعالی را باید بهش ایمان آورد و دعوت او تعالی را پذیرفت تا که انسانها چی بشن؟ راهیاب بشن. میریم به صفحه بعد مصحف شریف. در اینجا در مورد شبهای رمضان صحبت میکنه، در مورد احکام روزه گرفتن از کی تا کی. بعد از اون
این آیه‌ای که خدمت شما تلاوت کردم بعد از اینکه احکام روزه تمام میشه، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتان را در بین خودتان به شکل رشوت و به ناحق و به باطل نخورید. موضوع دیگری که در این آیه خیلی جالب است، آیات ما بعدش، یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، از تو در مورد هلال های ماه میپرسند، یا در مورد ماهای قمری که شروع ماه قمری میدونید با تولد هلال است و پایانش با ناپدید شدن کامل مهتاب. در مورد هلال های ماه میپرسند، بگو آنها بیان اوقاتی است برای مردم که تعیین شده است برای حج. بعد از اون در مورد احکام ورود به خانه ها صحبت میکنن، در مورد تقوا صحبت میکنن الله سبحانه و تعالی، و بعد از اون در مورد وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین، در مورد جهاد صحبت میکنن. آیه ممنوعیت رشوت ستانی و خوردن اموال یکدیگر به باطل چرا در بین آیات متعلق به روزه ماه مبارک رمضان ما قبلش و در بین آیات حج و احکام حج که ما بعدش هست، در بین این دو عبادت بزرگ و دو رکن عظیم اسلام این ذکر شده. تشکر میکنم دوستان عزیز. اینجا الله سبحانه و تعالی وقتی که برای ما احکام روزه رو بیان میکنه، آیه اولی که خدمتون نشون دادم، کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون، هدف از همه عبادت ها رسیدن به مقام تقواست. هدف از حج لن ینال الله لحومها ولا دماءها ولکن ینال التقوى منکم، تقوا هدف اصلی همه عبادت هاست. عبادتی که برای انسان تقوا رو نیارد، پرهیزگاری رو نیارد، این عبادت مثل یک ورزش است، به دردی نمیخوره. طرف رفته جان کنده، پولش هم مصرف کرده، وقتش، پولش، همه چیزش رو صرف کرده، حج کرده، صبح تا شام گرسنگی کشیده، روزه گرفته، اما اگر این عبادت شخص رو به مرتبه تقوا نرساند، این عبادت هیچ فایده ای ندارد. چون الله سبحانه و تعالی به عبادت ما نیاز ندارد. همه این عبادت ها برای این به ما فرض شده که ما به مرحله تقوا برسیم، به مرحله تقوا برسیم تا به جنتی که اعدت للمتقین، این جنت هم آماده شده برای متقیان، غیر متقیان وارد جنت نمیشن. چون هدف همه عبادت ها، جهاد، روزه، زکات، حج، قربانی، همه عبادت ها، صدقات، خیرات، نیکی، احسان به پدر و مادر، اخلاق خوب، پندار خوب، گفتار خوب، همه اینها هدفش رساندن ما به مقام تقواست که به مقام تقوا رسیدیم شایستگی این رو پیدا بکنیم که وارد جنتی شویم که این جنت اعدت للمتقین، آماده شده فقط برای متقیان، برای پرهیزگاران. غیر پرهیزگاران وارد جنت نمیشن. طرف حتی اگر ایمان به الله و رسول هم داشته باشه اما عبادات را انجام نده، مرتکب گناه و معصیت بشه، متقی و پرهیزگار نباشه، وارد بهشت نمیشه. پس در اینجا یک عبادت بزرگی که روزه گرفتن است. روزه گرفتن، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند کسی که صبح تا شام روزه گرفته باشه ولکن مال حرام بخوره، حرف زشت بزنه، زبانشو، چشمشو، وجودشو از معصیت نگه نداره، الله سبحانه و تعالی به گرسنگی و تشنگی او نیاز نداره. میتونید یک گاوی، گوسفندی، الاغی رو یک گوشه ببندید از صبح تا شب، غذا بهش ندید، علف بهش ندید، آیا میشه گفت که روزه گرفته؟ پس هدف از روزه گرفتن این است که انسان از حرام دوری بکنه، وجودش رو تزکیه بکنه. روزه گرفتن از حرام، مال حرام، نگاه حرام، افعال حرام، کردار حرام، گفتار حرام،
مهمتر از این است که انسان از خوردن و نوشیدن روزه بگیره. این روزه است که باید در طول زندگی انسان داشته باشه. پس این آیه وقتی در وسط دو عبادت بزرگ که یکی روزه هست و یکی حج است قرار میگیره، این پیام میخواد به ما برسانه که همونطوری که روزه میگیرید از خوردن و نوشیدن و از مباحات، چیزایی که حلال است برای شما در ماه رمضان در طول روز از فجر تا مغرب بر شما حرام میشه. چیزایی که اصلا حلال هست، ذاتاً حلال بوده، چه برسه به چیزایی که اصلا حرام هست. پس انسان باید از اونها دوری بکنه. بعد از اون الله سبحانه و تعالی عبادت حج رو بیان میکنه، عبادتی که الله سبحانه و تعالی بر مسلمانی که استطاعتش رو داشته باشه فرض کرده و پاداشش هم این است که وقتی که حج رو به درستی انجام بده، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. کسی که حج میکنه مرتکب گناه نمیشه، مرتکب فسق نمیشه. وقتی که از حج برمیگرده مانند این است که تازه از مادر به دنیا آمده باشه، همه گناهانش پاک میشه. پس هدف از حج پاکی انسان هست، تزکیه نفس است. پس انسانی که به این عبادت ها ایمان داره، مهمتر از همه اینها این است که از حرام دوری بکنه، از اکل اموال الناس بالباطل، خوردن مال دیگران به باطل و به ناحق دوری بکنه. و دوری کردن از باطل در فریبکاری در اون داخل میشه، تدلیس در اون داخل میشه، کم فروشی، گران فروشی در اون داخل میشه، اختلاس در اون داخل میشه، رشوت داخل میشه، حق دیگران رو به ناحق خوردن در اون داخل میشه، دزدی در اون داخل میشه، چپاول در اون داخل میشه و هر گونه مالی که به ناحق خورده بشه الله سبحانه و تعالی در ضمن اکل اموال الناس بالباطل در اینجا ذکر میکنه. پس ذکر این ممنوعیت این عمل زشت در بین آیاتی که احکام بزرگی رو برای مسلمان ها بیان میکنه، روزه است و حج است و جهاد است و حدود الله سبحانه و تعالی. حتی قبل از این ببینید که در اینجا چی میگه الله متعال؟ تلک حدود الله فلا تقربوها. ما در قرآن کریم در مورد حدود دو حکم داریم. در مورد حدود الهی دو حکم داریم. فلا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. در اینجا میگه تلک حدود الله فلا تقربوها، این حدود الهی است، نزدیک نشوید. یک جای دیگه ما در قرآن کریم داریم، اینجا دوستان اگر نشون بدن، میفرماید که تلک حدود الله فلا تعتدوها. اینجا این حد الهی است که از این حد الهی شما نگذرید. فلا تقربوها و در اینجا میگه فلا تعتدوها، یکی نزدیک نشوید، یکی نگذرید. به طور مثال در بعضی جاها میرید یک خطی کشیدن، خط پیاده رو مثلا، خط صف که وای میستید در اداره مثلا خطی کشیدن، در یک جایی که داخل شدن به اونجا ممنوع است یک خطی کشیدن، یک تابلویی هم زدن که از این خط نگذرید. این خط چی است؟ این خط حد است، مرز است، حدود است. حدود الله سبحانه و تعالی یک مرزی داره. در یک جای میگه که فلا تعتدوها، از این نگذرید. یعنی حتی اگر رسیدی تا نزدیکشم نگذر. نزدیکش میتونی بشی اما نگذری. خیلی جالب است. در جای دیگه میگه فلا تقربوها، اصلا نزدیک نشوید. اینجا میگه نزدیک، اگر گاهی نزدیک شدی، نزدیک اوکی مشکلی نیست، اما نگذر. در اونجا میگه اصلا نزدیک نشو، از دور اصلا نزدیکش نرو. چون مسئله زنا این نیست که طرف تا نزدیکی همبستری با یک زن نامحرم بره و بعد از اونجا برگرده. امکان نداره.
اونجا دیگه عقل و فکر و همه چی رو از دست میده، دین و ایمان و همه چیزش از بین میره. به خاطر همین عواملی که سبب میشه که انسان مرتکب زنا بشه بعد از اونها هم دوری بکنه. از نگاه کردن، از صحبت کردن، از لمس کردن، از اختلاط کردن، از همه عواملی که انسان رو سبب میشه که در این گناه بزرگ داخل بشه، اصلا به اینا میگه نزدیک نشوید، از دور اصلا نگاه نکنید. مانند خوردن اموال مردم، حتی به اون اسبابش هم نزدیک نشوید. مثل یک آتشی که نمیتونید بهش نزدیک بشید، نزدیک شدید شما رو میسوزانه. به خاطر همین الله سبحانه و تعالی میگه که این حد و حدود الله سبحانه و تعالی است. تلک حدود الله فلا تقربوها. این حد الهی است که به این نزدیک نشوید. بعد از این الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره مائده در آیه 42 برای ما این رو خدمت شما عزیزان نشون بدم که در آیه 42 میگه که سماعون للکذب، سماعون للکذب، اینها گوش میدن به سخنان دروغ. اکالون للسحت، مال حرام میخورند. سخنهای دروغ رو گوش میدن، مال حرام میخورن. اینها کیا هستن؟ برمیگردیم به یک آیه، یکی دو آیه قبل از این، ببینیم که اینایی رو که الله سبحانه و تعالی در اینجا برای ما بیان میکنه اینها کیا هستن. اینها کفار هستن. آیه 41 رو در اینجا ببینید. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. ای پیامبر تو رو اندوهگین نکنه کسانی که به طرف کفر شتابان می روند. من الذین قالوا آمنا بافواههم، کسانی که به زبانهایشان گفتن ایمان آوردیم. اینا رو یادداشت میکنیم. کفار، منافقین، کسانی که به زبانهایشان گفتن ایمان آوردن. ولم تؤمن قلوبهم، قلبهایشان ایمان نیاورده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند الایمان ها هنا، التقوا ها هنا. تقوا در اینجاست، در قلب است. و در حدیث دیگری میفرمایند پارچه گوشتی است در بدن شما که اگر اصلاح شود همه بدن اصلاح می شود، اگر فاسد شود همه بدن فاسد می شود. الا و هی القلب، آگاه باشید و بدانید این قلب است. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم، کفار و کسانی که منافقند به زبان میگن که ایمان آوردن، ولم تؤمن قلوبهم، قلبایشان ایمان نیاورده است. من الذین قالوا آمنا، من الذین هادوا، از جمله یهود کسانی هستند که، از جمله یهود کسانی هستند که صفت دوم کسانی که مال مردم رو به ناحق میخورن چی است؟ مانند یهود هستند. من الذین هادوا، از کسانی که میگن که ما یهودی هستیم. سماعون للکذب، کسانی که اینا هم سخنهای دروغ رو میشنون. و بعد از اون صفات دیگری از اینها رو ذکر میکنه و بعد از اون در مورد اونها الله سبحانه و تعالی میگه که اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، اینا کسانی هستند که الله سبحانه و تعالی نمیخواهد قلبهای اینها پاک شود، از بس که اینها در کفر و در نفاق و در حرام غرق هستند. لهم فی الدنیا خزی، در دنیا برای آنها رسوایی است، و لهم فی الاخرة عذاب عظیم، و در آخرت برای اونها عذابی بزرگ است. بعد از اون
صفت دیگری از اینها رو بیان میکنه که سماعون للکذب اکالون للسحت. اینها کسایی هستن که رشوت میخورن، مال حرام میخورن و سخنان دروغ رو میشنون. این صفت دیگری بود که الله سبحانه و تعالی در مورد اینها برای ما بیان کرد. در همین سوره مائده از آیه 59 به بعدش رو بریم با هم یک بار ببینیم که الله سبحانه و تعالی در مورد اینها چی میگه. در آیه 51 از اینجا شروع بکنیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ای مؤمنین، یهود و نصارا را دوست صمیمی خودتون نگیرید. بعضهم اولیاء بعض، بعضی از اینها دوستان یکدیگرن. ناتو ان، ببینید با هم دیگه اسرائیل با آمریکا همه با هم در مقابل مسلمان ها دوست و برادر هم دیگرن. و من یتولهم منکم فانه منهم. کسی که با اونها دوستی میکنه، با اونها یاری میکنه، با اونها کمک میکنه، از جمله اونها محسوب میشه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. الله سبحانه و تعالی ظالمین را راهنمایی نمیکنه، هدایت نمیکنه. بعد از اون صفات منافقین بیان میشه. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره. منافقین کسایی هستن که مسلمانان که قدرت داشتن چی میگن؟ آیا ما با شما نبودیم؟ مگه ما مسلمان نیستیم؟ اما وقتی که مسلمان ها تضعیف بشن، کفار نیرو داشته باشن، پیروز بشن، میرن با اونا میگن که ما با شما هستیم. و بعد از اون الله سبحانه و تعالی کسانی که بیقول الذین آمنوا هؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. کسانی بودن که وقتی که مسلمان ها شوکت داشتن، قدرت داشتن، می اومدن بعد میگفتن که ما با شما هستیم. در اینجا الله سبحانه و تعالی این گونه بیان میکند که آنهایی که میگن که ما مؤمن هستیم، مؤمنین، میگن مگر اینا نبودن که تا دیروز میگفتن که با ما هستن. در مورد منافقین صفات اونها رو الله سبحانه و تعالی بیان میکنه. بعد از اون در مورد مرتدین است. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. کسی که از شما مرتد بشه، از دینش برگرده، الله سبحانه و تعالی قوم دیگری رو میاره که الله رو دوست دارن و الله اونها رو دوست دارد. بعد از اون در مورد ولایت مؤمنین صحبت میکنه. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما، دوست شما مؤمنینی هستند که به الله و رسولش ایمان دارن، نماز برپا میدارن، زکات میدهن و نماز رو با جماعت، با کسانی که به جماعت ادا میکنن، با آنها میخوانن. بعد از اون در مورد تولا با الله و رسول صحبت میکنه. و بعد از اون در اینجا در مورد کسانی که دین مؤمنین رو مسخره میکنن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. کسانی که از یهود و نصارا دین شما را، کتاب شما را به مسخره و ریشخند گرفتن، با اونها دوستی نکنید. و در اینجا میگه که واتقوا الله ان کنتم مؤمنین. تقوای الله سبحانه و تعالی پیشه کنید اگر که شما مؤمن هستید. بعد از اون الله سبحانه و تعالی در اینجا در مورد نماز صحبت میکنه. کسانی که نماز رو به تمسخر میگیرن. و بعد از اون در مورد اهل کتاب از یهود و نصارا صحبت میکنه. قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. در مورد اهل کتاب میگه که شما از ما انتقام میگیرید به خاطر اینکه ما ایمان آوردیم به الله و به کتابهایی که قبل از اون بر شما نازل شده بود و اکثر اینا فاسقین هستن. بعد از اون در مورد صفات اونها که اونها ملعون هستن از طرف الله سبحانه و تعالی و غضب الله بر آنهاست صحبت میکنه. و بعد از اون در مورد
منافقین دوباره در اینجا صحبت میکنه که میان پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن ایمان آوردیم و بعد از اون در دلشان کفر و نفاق است. بعد در آیه 62 و ترى کثیرا منهم یسارعون فی الاسم، بیشتری از آنها رو میبینی که اونها به شتابان به سوی گناه میدوند که انه شوق و اشتیاق گناه رو دارن و العدوان، تعدی کردن، تجاوز کردن، و اکلهم السحت، و رشوت گرفتن. ببینید آیات قبل در مورد کفار و منافقین و یهود و نصارا خلاصه کلام در این است که صفات اینها چی است؟ به طرف گناه میدوند، تعدی و تجاوز میکنند، رشوت میخورند. لبئس ما كانوا یعملون، چه زشت است آن عملی که اینها انجام میدهند. پس الله سبحانه و تعالی همونطوری که خدمت شما عزیزان بیان کردیم در قرآن کریم اینا رو برای ما بیان میکنه و جالب است که از آیه 37 همین سوره مائده که ببینید که همین موضوعات شروع میشه در مورد حد سرقت است که السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله، در مورد کسانی که دزدی میکنن حکمش رو بیان میکنه. و بعد از اون این آیات میاد که در آیه 62 در مورد رشوت ستانی و خوردن اموال مردم به باطل در اینجا صحبت میکنه. پس آن چیزی که در لابلای این آیات به این نتیجه رسیدیم که کسی که رشوت میگیره، رشوت میده، رشوت گیرنده دزد است، دزدی میکنه. مثل که یک دزدی میره پنهان یک جای یک مالی رو بر میداره با خودش میبره، اینها هم پنهانی اموال مردم رو به ناحق میدزدن. دوم دیدیم که قبل از اینکه این صفت رو بیان بکنه برای کفار و منافقین و یهود و نصارا، الله سبحانه و تعالی صفات اینها رو بیان میکنه و بعد از اون میاد آیه‌ای که در اونجا منع شده یا یکی از صفات اینها که رشوت ستانی است، خوردن مال مردم به ناحق است رو بیان میکنه. پس کسی که رشوت میگیره خطر کفر و نفاق و تشبیه شدن به یهود و نصارا در او وجود دارد و این یک از صفات خاص یهود است که حتی پول میگرفتن، رشوت میگرفتن، کتابشان را تحریف میکردن. طرف میامد یکی از سرمایه‌داراشون، تجارشون مبلغی میداد، یک آیه رو به نفع او چیکار میکردن؟ تحریف میکردن. و مسلمانی که رشوت میگیره این تشبیه شده به یهود. من تشبه بقوم فهو منهم، کسی که مشابهت میکنه با یک قومی از جمله اونها محسوب میشه. و همچنین روش و راه کسانی که مرتکب رشوت ستانی میشن دروغگویی و شنیدن سخنان دروغ که در آیات سوره مائده خدمت شما عزیزان بیان شد. همچنین یکی از صفات دیگری کسانی که رشوت میگیرن چی است؟ تحریف. یهود پول میگرفتن، رشوت میگرفتن، آیات الهی رو تحریف میکردن. انسان‌هایی هستن امروز در حکومت‌ها، در ارگان‌های دولتی پول میگیرن، احکام و قوانین رو تحریف میکنن، به نفع یک شخصی حکم صادر میکنن. و همچنین کسانی که رشوت میگیرن طبق آیاتی که بیان شد قلب‌های اینها پاک نیست، اینها انسان‌های ناپاکی هستند. همچنین الله سبحانه و تعالی اینها رو به حال خودشون رها میکنه. شما دیدید که خیلی کسانی هستن که رشوت میگیرن به میلیون ها، اما دچار بلاها، مصیبت ها. من یک نمونه رو در یک برنامه ذکر کرده بودم، اسمش رو نمیگم. رئیس بعثه حج افغانستان تقریبا حدود 16-17 سال پیش پول قربانی هایی که حجاج این رو جمع کرده بودند و به این بعثه حج داده بودند رو این بالا کشیده بود. شما تصور کنید 30,000 حاجی افغانی اون سال آمده بود، از هر حاجی $100 به خاطر قربانی گرفته بودن اینا. الان شما $100 رو ضرب در 35,000 یا 30,000
حاجی بزنید ببینید که چقدر پول بزرگی رو این آدم دزدیده بود. بعد خلاصه یک چیزی رشوت به این طرف اون طرف هم داده بود که کسی صداش در نیاد و این پول رو در حساب بانکی خودش در عربستان سعودی نگه داشته بود. همین شخص بعد از حج به همراه خانواده‌اش رفت افغانستان. خب با یک ماشین لندکروزر بسیار لوکسی از کابل به طرف شمال میرفت. در یک منطقه فکر کنم در نزدیکای جبل سراج در اینجا این ماشینش به یک دره سقوط کرد. خودش، همسرش و همه فرزندانش همه یک جا مردن و تا هنوزم اون پول در بانک مانده، چون که وارثی نیست که بیاد این پول رو بگیره. رئیس بعثه حج افغانستان در مکه مکرمه در همان سال که در همین دزدی بزرگ شریک بود، بعد از اینکه برگشتن افغانستان به مرض سرطان مبتلا شد و حدود 1 سال بعدش فوت کرد. با اون پولها همونطور موند. و این حال کسانی است که الله سبحانه و تعالی اونها رو چیکار بکنه؟ به حال خودشون رها بکنه. دیگر صفت کسانی که رشوت میگیرن این است که خوار و ذلیلن. همیشه از کسی که بهش رشوت داده میترسه. همیشه از این که یک روزی این قضیه رشوت گرفتنش فاش شود، این فسادی که انجام داده است آشکار شود، میترسه. پس همه عمرش رو یا همه اون دورانی که کار میکنه رو در یک اداره در 10 سال 15 سال همه رو در خوف، در استرس، در اضطراب میگذرانه که شاید امروز شاید فردا این قضیه افشا بشه و از این وظیفه سبک‌دوش بشه. صفت دیگرشان این است که لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذاب عظیم. رسوایی در دنیا و عذاب بزرگ الله سبحانه و تعالی در آخرت. و اینها کسانی که رشوت میگیرن و مال مردم رو به باطل میخورن، اینها مورد لعن و غضب الله سبحانه و تعالی همونطوری که در آیات خدمت شما عزیزان بیان کردم. و خطر عبادت طاغوت چون یکی از انواع طاغوت مال است. مال میتونه گاهی اوقات طاغوت بشه. کسانی که احکام الهی رو زیر پا بگذارن به خاطر پول، کأنه که عبادت طاغوت رو انجام دادن. و گمراهی، کفر، نفاق، مشابهت با یهود و نصارا از صفات بزرگ کسانی است که رشوت میگیرن. اما ببینیم که آیا در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد رشوت، کسی که رشوت میده و کسی که رشوت میگیره، احکامی بیان شده یا نه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند لعنت الله علی الراشی والمرتشی. لعنت خدا، ببینید لعنت خدا، کفار، منافقین، یهود و نصارا مورد لعن قرار گرفتن در قرآن کریم. این جرم و این گناه به اندازه بزرگی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن لعنت خدا باد، لعنت الله سبحانه و تعالی باد بر کسی که رشوت میگیرد و بر کسی که رشوت میدهد. و در حدیث دیگری که امام احمد روایت میکند، شخص دیگر سومی هم اضافه میشه. یکی راشی است، یکی مرتشی است، رشوت گیرنده و کسی که رشوت میدهد. و رائش کسی است که دلالی میکنه در بین اینها. مثلا شخصی میاد میگه بیا من یک نفری رو میشناسم که فلان مشکل تو رو حل بکنه، اما $100 میگیره. این شخص در حقیقت با اون شخصی که رشوت میگیره با هم شریکن، یا شریک هستن یا شریک نیستن، بیشترن شریکن. و اون که $100 رشوت میگیره شاید یک $10 $20 هم به این بده. این رو میگن رائش، راشی، مرتشی و رائش. عرصه اینها مورد لعن الله سبحانه و تعالی قرار گرفتن. در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه وسلم که امام بخاری یک بابی زده در این مورد و من امیدوار هستم که کارمندانی که در چه از طالبان چه از غیر طالبان در
ادارات دولتی کار میکنن خوب به این حدیث دقت بکنن. امام بخاری یک بابی داره به نام باب هدایای العمال، باب هدایای مأمورین دولت. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن یک روزی بر بالای منبر رفتن، بعد از حمد و ستایش الله سبحانه و تعالی فرمودن چه خبر است که ما مأموری رو میفرستیم، کارمندی رو میفرستیم، موظفی رو میفرستیم برای یک کاری، بعد از اون که اونجا بر میگرده، مثلا میفرستن برای جمع کردن، حالا مثل امروز مالیات، اون وقت زکات بود، زکات، صدقات یا هر چیز، بعد از اون که بر میگرده میگه که این از من، این از شما، این از من، این از شما. یعنی چی؟ میگه این چیزایی است که حق دولت بوده که من آوردم، این هم چیزایی است که مردم به من هدیه دادن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند فهل جلس فی بیت ابیه و امه ینتظر عهدی له ام لا؟ آیا اگر در خانه پدر و مادرش می نشست کسی براش هدیه میداد؟ پس این هدایایی که به مأمورین دولت، به کارمندان دولت داده میشه، این یک سبب داره که در ادامه بعد ذکر میکنیم یکی از نمونه هاشو. والذی نفسی بیده، پیامبر صلی الله علیه و سلم قسم یاد میکنن، قسم به ذاتی که جانم در اختیار اوست، لا یأتی بشیء الا جاء به یوم القیامة یحمله علی رقبته، هر چیزی رو که گرفته باشه با سوء استفاده از این مقامش، با سوء استفاده از مسئولیتی که بهش سپرده شده، یحمله علی رقبته، در گردنش بار میکنن در روز قیامت. این کان بعیرا له رقا، یک به اصطلاح شتری باشه که همون آوازی که شتر در میاره، او بقرة لها خوار، یا گاوی که همون بانگ در بیاره، او شاة لها تعیر، یا گوسفندی که صدا در بیاره. ثم رفع یدیه حتی رأینا عفرة ابته، بعد از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم دستان خودش رو به طرف آسمان بالا کردن و فرمودن الا هل بلغت، آیا که ابلاغ کردم به شما؟ ببین در چند مورد است که رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه دستانشان رو بالا میکنن و هل بلغت میگن. یکی از این موارد اینجاست. یکی هم اگر به یاد داشته باشید در روزی که در حجة الوداع، در خطبه حجة الوداع، کسی که زمین، پول، ماشین، گاو، گوسفند، هر چیزی رو که به عنوان هدیه از مراجعین میگیره، روز قیامت الله متعال این رو بر گردنش حمل میکنه، بعد در بین مردم در اونجا با رسوایی. چرا در اون آیت گفته بود که لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذاب عظیم، رسوایی دنیا و عذاب آخرت. ابو داود در حدیث دیگری، اونم در باب هدایای عمال، یعنی در باب هدایای کارمندان دولت، ذکر میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن یا ایها الناس، ای انسان ها، من عمل منکم لنا على عمل فکتمه فیه خیط فما فوقه فهو غل یؤتیه یوم القیامه. اگر کسی از شما رو ما برای کاری میفرستیم، برای مأموریتی، از یک تار به اندازه یک تار و بالاتر اگر پنهانش میکنه، این برگردن او چی است؟ مانند غل و زنجیر است در روز قیامت. همچنین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که این حدیث رو بیان کردن، در ادامه حدیث میگه که یک شخصی از انصار بلند شد گفت یا رسول الله، من رو از وظیفه سبکدوش بکنید.
چون این خیلی سخت است. من نمیتونم، طاقت این رو ندارم. نشه یک روز یک تاری چیزی این ور اون ور بشه، فردا روز قیامت غل و زنجیر بشه در گردن ما. پیامبر فرمودن که چرا؟ گفت یا رسول الله شما شنیدم که این و این رو گفتید، من نمیتونم. از این حدیث این درس بزرگ این کسی که نمیتونه جلوی نفس خودش رو بگیره، خودش رو نباید در موقفی قرار بده که مرتکب همچین گناه بزرگی بشه. بعد از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که بلکه میگویم که اگر ما کسی رو برای وظیفه مأموریتی گماشتیم، کم و زیاد هر چی که هست باید حق دولت و حق بیت المال رو برگردانه و آنچی رو که دولت بهش میده، آنچی رو که ولی امر بهش میده، حق داره بگیره و از آنچی که نهی میکنه باید از او شکار بکنه، دوری بکنه. در سنن بیهقی حدیث دیگری است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودن هدای الامراء غلول، هدایایی که برای امرا داده میشه، برای مأمورین دولت داده میشه، برای والیا، برای مسئولین داده میشه، این هدایا غل و زنجیر است برای اونها. اینا رشوت است. تاجری که میاد یک ماشین پیکاپ مثلا به جناب والی میده، به قماندان میده، به یک مسئول دولت میده، به وزیر میده، این در حقیقت رشوت است. چرا؟ روزی میاد که این تاجر در مقابل این رشوتش یک درخواستی از این وزیر و از این مسئول میکنه که اون در رو درواسی قرار بگیره و نتونه رد بکنه. پس هر کسی که در یک مسئولیتی قرار دارد، بنا به فرموده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هدیه‌ای برای داده میشه. این هدیه غل و زنجیر است در روز قیامت. غل اگر سرچ بکنید، در قدیم کسی رو بازداشت میکردن، مجرم بسیار جنایتکار یا دشمن بسیار بزرگی رو، یا اکثرا با پادشاه با امرایی که اسیر میشدن، یک دو تا تخت چوبی بود که این قسمت دستها و گردن باز بود، این رو از پشت سر و از پیش رو با هم اینطوری میبستن با زنجیر. این طرف دستش و گردنش در بین چوب ها بود، نمیتونست تکون بده، نمیتونست فرار بکنه. این غل بهش میگن. کسی که کارمندی که مسئولی که وزیری که رئیسی که معینی که در یک اداره کار میکنه و هدایای مردم را قبول میکنه، این هدایای مردم مثل غل و زنجیر در روز قیامت برگردن او خواهد بود. بیهقی از عبدالرحمن ابن قاسم روایت میکنه که یک مردی آمد از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان سیدنا عمر 2 تا تشک به خانه سیدنا عمر فرستاد، به همسرشون داد. و حضرت عمر در این موارد خیلی دقیق است. حضرت عمر وارد شدن، دیدن که 2 تا تشک گوشه خانه است و یک پوستی هم روش انداختن. به طرف همسرش گفت که آیا اینا رو خریدی؟ اخبرینی ولا تکذبینی، راستشو بگو، این از کجا آوردی؟ قالت بعث بهما الی فلان، گفت فلانی فرستاده. فرمودن قاتل الله فلانا اذا اراد حاجة فلم يستطعها من قبلی اعطانی من قبل اهلی. خدا بکشه فلانی رو، داره کسی بوده وقتی که چیزی از من بخواد و مستقیم نتونه به من بگه، میخواد از طریق خانواده هم انجام بده. یعنی یک نوع رشوت داره میده. بعد از اون میگه فاجتذبهما اجتذابا شدیدا من تحت من کان علیها جالسا. همسرش و دخترش اینو نشسته بوده، میگه به شدت این تشک‌ها رو از زیر پای اونها کشید و به سرعت از خانه خارج شد. فخرج یحملها. بعد از اون میگه خارج شد، میگه کنیزشون خارج شد، داد میزد که یا امیرالمومنین اون پوستی که روی تشک بود اون مال خود ماست، اون هدیه نیست. میگه پوست رو انداخت، تشک‌ها رو برد به یک خانواده مهاجر فقیر، یکی از تشک‌ها رو و یکیش هم به یکی از زنان فقیر انصار بخشید.
و این وظیفه امیرالمومنین است، حاکم، رئیس جمهور، رئیس دولت است که اگر زیر دستانش، مامورینش، وزراش همچین هدایایی رو میگیرن، به همین شکلی که سیدنا عمر برخورد کرده به همین شکل باید برخورد بکنه. از عمر ابن عبدالعزیز میگن، روایت است که یک روزی دلش خواست که مثلا سیبی بخوره، پولی همراهش نبود که بره سیب بخره. بعد از اون کسی از سر راه میگذشت، یک طبقی، یک سبتی از پر از سیب بهش داد هدیه. یکی از اینها رو برداشت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه، بعد اینو بو کرد، بعد از اون برگردان به همون کسی که هدیه داده بود و به او گفت لا حاجت لی فیه، من احتیاجی به این ندارم. طرف چی گفت؟ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقبل الهدیه و ابو بکر و عمر. گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابو بکر و عمر هدیه براشون کسی میداد قبول میکردن. فقال انها لاولئک هدیه و هی للعمال رشوه. برای اونها هدیه بود، اما برای ما چی است؟ برای مأمورین، برای کارمندان، برای کسانی که بعد از اون آمدن رشوت است. امام احمد میگه که اگر به فرماندهی، به قماندانی چیزی به عنوان هدیه داده میشه، از خودش نیست، بلکه به همه زیر دستانش تعلق میگیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از فتح خیبر، عبدالله ابن رواحه یکی از صحابیا این رو فرستادن رضی الله تعالی عنه برای جمع کردن نصف حاصل، چون که بعد از فتح خیبر پیامبر صلی الله علیه و سلم زمین ها رو که کشت و زراعت میکردن، کشاورزی میکردن، برای اهل خیبر گذاشتن و نصف اونها رو، نصف حاصلشون رو به عنوان جزیه از اونها میگرفتن و بقیه مال خودشون بود. عبدالله ابن رواحه میگه وقتی که رفت به اونجا، یهود که میدونید دیگه که امت خبیثی هستن، اینها جمع شدن، طلا و جواهرات این چیزا جمع کردن، آوردن این رو جلوی عبدالله گذاشتن رضی الله تعالی عنه، گفتن اینو بگیر، یک کمی یعنی سختگیر نشو. یعنی چی؟ یعنی دیگه مثلا اگر که حق شما مثلا 500 کیلو میشه، اون رو اگه 400 هم بد دادیم تو چیزی نگو. ایشان میگه بلند شد و گفت یا معشر الیهود والله انکم لمن ابغض خلق الله الی، شما بدبختترین پسترین مخلوقات الهی هستید. بعد از اون بهش میگه که حالا من آمدم اینجا که حق الله و رسول رو بگیرم، شما برای من عرضتم من الرشوه، برای من رشوت پیش میکنین. فانها سحت، این حرام است، باطل است، رشوت است. و انا لا ناکلها، و ما این رو نمیخوریم. بعد از اون میگه ملاهای یهودی که اونجا بودن گفتن فقالوا بهذا قامت السماوات والارض، یعنی میدونستن، شهادت میدن که این عدالتی که بر اساس این عدالت آسمان ها و زمین استوار شده. به خاطر همین علما، اجماع علمای اهل سنت، قبول کردن هدیه رو برای والی، برای امیر، برای وزیر، برای مسئولین دولتی منع قرار دادن. چرا؟ این هدیه ها ترس این میره که رشوت باشه، طرفی که این هدیه رو میده در مقابلش چیزی از اینها بخواد. نمونهش چی است؟ سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، یک شخص یک روز برای او یک
بچه شتری رو هدیه داد. میرفت از بین این شترهاش بچه شتر خیلی خوب فربه رو پسند میکرد، بعد این رو هر سال برای سیدنا عمر هدیه میداد. یک روزی اومد گفت یا امیرالمؤمنین، با کسی دعوا شده بود این طرف، گفت یا امیرالمؤمنین بین من و بین این آدم قضاوت بکن چنان که از بین شترها بهترینش رو انتخاب میکنند. یعنی چی؟ اشاره به اون که من به تو همونطوری که یک شتر خوب و قشنگ و فربه‌ای رو چاقی رو هدیه میدادم همونطوری قضاوت بکن. بعد از این قضیه سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه یک امر حکومتی صادر میکنن، فرمانی صادر میکنن که الا ان الهدایا الرشا، متوجه باشید که هدیه هایی که داده میشه رشوت است. با بعد از این کسی از مأمورین دولتی حق نداره که هدیه ای رو از کسی قبول بکنه. پس در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم تحذیر شدید هست از رشوت گرفتن و حتی اینکه کارمندان و مامورین دولتی هدیه ای رو بگیرن. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه حرف جالبی میزنه، میگه که رشوت دادن به قاضی و به امیر، اگر اینها رشوت بگیرن خطر کافر شدنشان میره. چرا؟ ولذلك لأنه قد يحكم بغير ما أنزل الله فيدخل تحت قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قاضی و حاکم اگر رشوت میگیرند خطر کفر است. چرا؟ امکان داره به خاطر این رشوت به غیر ما انزل الله حکم بکنن و طبق آیه 44 سوره مائده کسی که به غیر ما انزل الله حکم بکنه کافر است. ابو هریره رضی الله تعالی عنه را حضرت عمر بحرین به عنوان والی فرستاده بودن. میگه از اونجا که برگشت با خودش 10,000 درهم آورده بود. صداش کرد گفت که این پول از کجا آوردی؟ گفت که امیرالمومنین کار کردم، اسب خریدم، فروختم. تحقیق کرد، بعد از اون دید که حرفش درست است، پولشو بهش برگرداند. بعد از مدتی حضرت عمر صداش کرد که بیا، تو رو میخوام یک جایی برای مأموریتی بفرستم. گفت منو معاف کن یا امیرالمومنین، به خاطر همون عزت و کرامت خودم نمیخوام در مقام متهم قرار بگیرم فردا. نمیخوام، نه مأموریت میخوام، نه امارت میخوام، هیچی نمیخوام. و رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیحی که طبرانی روایت میکنه میفرمایند کل جسد نبت من السحت فالنار اولی به. هر جسمی که، هر گوشت و پوستی که از رشوت رشد کرده باشه مستحق عذاب آتش جهنم است. حتی دقت رو شما ببینید در این مسئله، خاصا این سخن متوجه امیر مومنین و متوجه مسئولین و حکام و کسانی که در صدر حکومت ها هستند. در زمان سیدنا عمر یک روز دیدن که یک تعداد شترهایی وارد بازار شد. سیدنا عمر پرسید اینا مال کیه؟ دید که چاق، فربه.
گفتن این مال پسرت است یا امیرالمومنین؟ مال عبدالله هست. گفت بیا اینجا. صدا کرد پسرش رو. گفت عبدالله اینا از کجاست؟ گفت والا اینقدر پول داشتم، شما میدونید، رفتم شتر خریدم، به چوپانی دادم، برد صحرا، چند سالی گذشت، خلاصه زاد و ولد کردن، این اموناست. گفت چقدر قیمتش؟ گفت مثلا 10,000. سرمایه چقدر بود روز اول؟ گفت والا مثلا 3,000. گفت بفروشمش. فروخت، 3,000 رو بهش داد، 7,000 رو گفت بنداز بیت المال. اعتراض کرد، حقش بود. گفت یا امیرالمومنین، من که حق کسی رو نخوردم، حق کسی رو پایمال نکردم، دزدی نکردم، مال خودم هست. با 3,000 درهم رفتم شتر خریدم، چوپانی دادم، برد بیابان، الان ماشاءالله چاق و چله شدن، زاد و ولد کردن، آوردن میخوام بفروشم. 10,000 20,000 مال من هست، به شما چه؟ گفت ببین پسرم، تو وقتی که شتراتو بردی در چرا، تو این شترای بقیه مردم مثل شترای تو چاق و چله نیستن. مردم چی گفتن؟ شترای پسر امیرالمومنین است. چراگاه هایی که علف خوب داره رو برای این شترها بگذارید. شترهای پسر امیرالمومنین است. موقع آب دادن اول به اینا آب بدید. هر جا شترات رفته مردم چی گفتن؟ شترای پسر امیرالمومنین است. معامله VIP کردن. به خاطر همین شترای تو از حق بیت المال و از حق مسلمان ها خوردن که اینطوری چاق و چله شدن. زود باش. 3,000 رو پس دادن، 7,000 رو بردن در بیت المال انداختن. و امروز خیابانی که حق ملت هست، برای یک مأمور، برای یک رئیس، برای یک والی، وقتی که ماشین جناب از اونجا عبور میکنه خالی است، کسی حق نداره وارد بشه. اگر بهترین زمین رو مأمور دولت یا وزیر یا رئیس یا قماندان صاحب میره میگیره، چون کسی حق نداره که در جلوی وای بسته بهش بگه بالای چشم تو ابروست. وقتی که یک وزیر، یک مسئول دولتی یک جایی میره، کارش از همه زودتر و بهتر اجرا میشه. فرزندانش در معاملات تجاری، در شرکت ها شریک هستند، به خاطر چون فرزند فلان مسئول دولتی است. یکی از اسباب اساسی شیوع فساد و رشوت در یک جامعه میفهمید چی است؟ وقتی که امانت خیانت بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که وقتی که امور مملکت به کسانی داده بشه که اهلیتش رو نداشته باشن، امانت ضایع میشه. و از اسباب فساد اداری و رشوت در جامعه این است که امور مملکت به اشخاصی سپرده میشه که شایستگیشو ندارن، چون با رشوت، با واسطه، با فساد به این مقام رسیدن. اخلاق، عزت، شرف در یک جامعه زیر پا میشه وقتی که در یک جامعه رشوت و فساد اداری رایج بشه. اموال عمومی یا بیت المال ضایع میشه. چرا؟ یک نمونهشو بگیم. مثلا یک شرکتی میاد رشوت میده، ساختن یک پل، بیمارستان، خیابانی، جایی رو به عهده میگیره و با رشوتی که به مامورین دولت میده، به مفتشین میده، کار رو با کیفیت پایین انجام میده و کسی هم بهش چیزی نمیگه. در این پروژه مثلا اگر $100,000 خرج بکنه، $50,000 خرج میکنه، یک 10,000 رشوت میده و اینجا ضرر رو کی میکنه؟ ضرر رو مردم، ضرر رو جامعه، ضرر رو امت میکنن. انتشار فساد، حقد، کینه در بین جامعه زیاد میشه، چون طرف میبینه که این طرف سالها درس خوانده، استعداد داره، اما میبینه که یک شخصی با رشوت
با واسطه رفته یک وظیفه ای رو گرفته که شایسته و لیاقت این وظیفه رو نداره. ضایع شدن بیت المال، از بین رفتن سرمایه گذاری در یک جامعه، در جوامعی که فساد باشه، رشوت باشه، هیچ سرمایه گذاری نمیاد در اونجا سرمایه گذاری بکنه. چرا یک مبلغی رو بدون دلیل بده مثلا به عنوان رشوت؟ از بین رفتن امنیت در جامعه، بدبینی مردم نسبت به حکومت، خیانت به ملت، خیانت به وطن، خیانت به اسلام، خیانت به دین، حتی به حدی میرسه که در مقابل پول، همین مأموری که امروز در مقابل پول رشوت میگیره، یک معامله قانونی رو به شکل غیر قانونی انجام میده، فردا شاید همین مأمور رو از یک دولت بیگانه پول بگیره، به وطنش خیانت کنه، به دولت خیانت بکنه. و در کشوری که و در دولتی که رشوتخوری و فساد اداری رایج بشه، این حکومت و این دولت حیثیتش رو و وقارش رو و شرعیتش رو از دست میده. مردم نسبت به حکومت بدبین میشن و عدالت در جامعه از بین میره، فقر و بدبختی در جامعه زیاد میشه. حتی بر اساس همین فساد اداری و رشوت و واسطه و این مسائل، قدرت‌هایی در داخل دولت ایجاد میشه، مافیای ایجاد میشه در داخل دولت که شاید سبب سقوط دولت و ایجاد حرج و مرج در جامعه بشن. وقتی که انسان‌هایی که دارای استعداد هستن میبینن انسان‌های نالایق با رشوت و با واسطه به یک مقامی میرسن، اینا چی میشن؟ فراری میشن از مملکت. اشخاصی که استعداد دارن و کشور به اونها نیاز داره، مملکت رو ترک میکنن. همچنین پیشرفت یک جامعه متوقف میشه. یک مثالی رو خدمت شما عزیزان بزنم. در جامعه‌ای که رشوت و فساد اداری و واسطه و این چیزا باشه، همیشه ببینید مبارزه میشه با پیشرفت تکنولوژی اون دولت، اون ارگان یا اون وزارتخانه. چرا؟ چون هرچه که پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت الکترونیکی بشه مثلا در وزارتخانه‌ای، در حکومتی، جلوی فساد و جلوی رشوت و جلوی حق مردم خوردن گرفته میشه. به خاطر همین مخالفت میکنن. یک نوع نظام طبقاتی در جامعه ایجاد میشه. یک سری مواردی هست که به عنوان راه‌های جلوگیری از شیوع رشوت و فساد اداری در جوامع خدمت شما عزیزان بیان میکنیم، بر اساس تجاربی که دولت‌ها داشتن، کشورهای مختلف داشتن. اولین وظیفه علماست، دعوتگران است که بزرگی و خطرناک بودن این گناه رو برای مردم، برای مأمورین دولت، برای عموم مردم بیان بکنن. کسی که رشوت میده، کسی که رشوت میگیره. تفتیش و کنترل ادارات خیلی مهم است، بدون در نظر داشتی که این والله پسر فلان قماندان است، خویش فلان رهبر است یا دوست فلان والی است، و اسباب انتشار رشوت رو جلوشو بگیرن. یکی از نمونه‌هایی که میشه در دولت‌ها اینو تجربه کردن، خدمات الکترونی و استفاده از تکنولوژی روز خیلی مؤثر خواهد بود در جلوگیری از انتشار رشوت و فساد اداری. یک نمونه مثلا خدمت شما عزیزان بیان بکنم. امروز یکی از مواردی که در عموم افغانستان رایج است که مردم پول میدن، پاسپورت میگیرن. پول میدن از طریق یک مأموری، از طریق یک کارمندی، پاسپورت رو که مثلا 1 ماه 15 روز باید در صف بایسته، در ظرف 3 روز 4 روز میگیره. طرف همه کارش رو قانونی انجام میده، فقط این گرفتن پاسپورت زودتر بگیره، عجله داره، سفر داره، بیمار داره، به جای اینکه مثلا در
15 روز بگیره این رو میاد در 2 روز 3 روز میگیره، در 1 هفته میگیره، در مقابل 1000-2000 دلار. همین مشکل رو خیلی از کشورها حل کردن. بابا جان همین اداره پاسپورت اگر بیاد 3 پکیج به اصطلاح مختلف با قیمت‌های مختلف برای شهروندان ارائه بکنه، کسی که در 3 روز پاسپورت میخواد 1000 دلار بده، کسی که در 1 هفته پاسپورت میخواد 500 دلار بده، کسی که در 2 هفته پاسپورت میخواد مثلا 200 دلار بده، کسی که در 1 ماه پاسپورت میخواد 100 دلار بده. هر کس به اندازه استطاعتش. به جای اینکه طرف بره به یک دلالی، به یک ایجنتی، به یک شخصی که واسطه‌ای به اون پول بده، همین پول رو دولت بگیره. امروز مثلا در کشورهای مختلف دنیا این خدمات وجود داره. کاری رو اگر در ظرف 24 ساعت می‌خواید، در ظرف 3 روز می‌خواید، در ظرف 1 هفته می‌خواید، هر کدوم برای خودش قیمت داره. به جای اینکه این پول رو اون طرف بگیره، به جیبش بزنه، فساد و رشوت در ارگان‌های دولتی رایج بشه، همین پول رو چرا دولت نگیره در خدمات عام المنفعه رو مصرف بکنه؟ مثلا یک نمونه‌ای که دولت عربستان سعودی از 2-3 سال به این طرف انجام داده، شاید در بعضی از کشورها فعال نباشه اما در اکثر کشورهای دنیا فعال است. قبلا شما می رفتید به یک ترول اجنسی، به یک دفتری خدمات حج و عمره، می‌خواستی بگی که مثلا آقا من میخوام برم عمره، میگفت 200 دلار، 100 دلار، 500 دلار، هر کس بر اساس انصافش از شما پول میگرفت، برای شما ویزا میگرفت. الان همین باب همین فساد رو بس، یعنی یک نوع فساد شده بود، همین رو بابش رو بستن. چطور بستن؟ الان تو خودت میتونی وارد سایت وزارت خارجه عربستان سعودی بشی، نوع ویزه‌ای که میخوای انتخاب بکنی، توریستی میخوای، حج میخوای، عمره میخوای انتخاب بکنی، مصارفش رو پرداخت بکنی، ظرف 2 دقیقه 3 دقیقه نهایتش 10 دقیقه ویزای شما رو به ایمیلتون میفرسته. ایجاد خدمات الکترونیکی در یک دولت سبب میشه که جلوی این فسادها گرفته بشه. همچنین من مثلا چند روز قبل دیدم مثلا حقوق یک معلم 8000 در افغانستان، نمیدونم تا چه حدی درست است یا نیست. یعنی 8000 باب فتنه و فساد رو، رشوت رو، حرامخوری رو باز میکنه برای مردم، چون با 8000 نمیتونه یک معلم زندگی بکنه. یک کارمند با 4000 و 5000 و 8000 تا 10000 نمیتونه در افغانستان امروز زندگی بکنه. و اگر حقوق خوب به کارمند داده نشود، سبب نشر فساد و رشوت در یک جامعه میشه. مثلا در بعضی از حکومت‌ها در هر اداره‌ای یک بخش اتاقک مستقلی است که در بعضی از کشورها من دیدم مثلا به عنوان در باز یا دروازه سفید یا خدمات ویژه، مثلا یک اتاقکی گذاشتن که این اتاق کلاً مربوط این وزارتخانه نیست، مربوط یک وزارتخانه دیگری هست که کنترل بر خدمات وزارتخانه‌های دولت است. کسی اگر در اونجا رشوت طلب میشه ازش، کارش به درستی انجام نمیگیره، میره به اونجا شکایت میکنه و اینا صلاحیت این رو دارن که این شکایت رو به مسئول دولت برسانند. در پایان چرا ما افغانستان رو انتخاب کردیم و گفتیم خاص در مورد افغانستان صحبت میکنیم؟ یک از واقعیت هایی که ما چه موافق باشیم با امارات اسلامی چه مخالف باشیم، این رو باید قبول بکنیم که نظام جمهوری که 20 سال در افغانستان حکومت کردن از جمله فاسدترین نظام هایی بود که در تاریخ افغانستان مثال نداشت. از رئیس جمهور گرفته تا مأمور همه مفسد بودن الا ماشاءالله. رئیس جمهوری که فاسد باشه، ارگ ریاست جمهوری که فاسد باشه، حتی خودشون، اینا رو ما نمیگیم، رسانه ها BBC، صدای آمریکا و داخل خودشان اعتراف کردن که حتی یک زنی به خاطر کار کردن در ارگ ریاست جمهوری یا در یک اداره دولتی مجبور بود که یک شب با رئیس یا با وزیر با طرف بخوابه تا که این وظیفه رو به دست بیاره. و وظایف
به میلیون ها افغانی خرید و فروش میشد. یک نماینده پارلمان خرج و مصرف ماهانش 20 برابر حقوقش بود که از پارلمان میگرفت. چرا؟ از تاجر پول میگرفتن در مقابل اجرای معاملاتش، از مردم پول میگرفتن در مقابل، حتی یک مجرم و تبهکار رو هم از زندان آزاد میکردن و پول میگرفتن. و البته این به این معنی نیست که در نظام جمهوری انسانهای خوب نبودن. بله، انسانهای خوب بودن، انسانهای شریف بودن، انسانهای امانتدار بودن، انسانهایی که خدمت میکردن بودن، اما چون فساد عام بود، از رئیس جمهور گرفته تا پایین همه فاسد بودن، این انسانها مثل گلهایی بودن که در یک لجنزاری رشد کرده بودن در اونجا. در امارت اسلامی بنابر شهادت مردم، چون وقتی این برنامه رو من آماده می‌کردم با خیلی مشوره کردم، با دوستان، با حتی با مردم که در داخل افغانستان هستن، همه این رو قبول دارن که در 2 سال اول نظام امارت اسلامی رشوت، فساد اداری به کمترین درجه رسیده بود. الان در این روزها ادعای مردم این است که حتی از زمان جمهوریت هم بیشتر شده. یکی از اسباب انتشار دوباره رشوت و فساد در ادارات دولتی وجود مامورین فاسد حکومت سابق. در 1-2 سال اول جرأت نداشتن، میترسیدن، کم کم ریش گذاشتن و عمامه گذاشتن و این یکی از مشکلاتی است که در امارت اول هم بود و الان هم هست که اجبار مردم به گذاشتن ریش و عمامه. یعنی شما وارد یک اداره میشی، نمیدانی که رشوتخور کی است، قمارباز کی است، متقی کی است، غیر متقی کی است. مثلا در بعضی کشورها ریش علامت تدین است، اما در افغانستان همه مجبورن ریش. قمارباز هم ریش داره، زانی هم ریش داره، دزد هم ریش داره، فاسق و فاجر هم، ملحد هم ریش داره. عمامه‌ای که ادعا میکنن که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، فاسق، فاجر، مرتد، مفسد، رشوتخور، زندیق، هر کس ببینی سرش یک عمامه گذاشته. پس اینها در 1-2 سال اول جرأت نداشتن، آیسته آیسته جرأت پیدا کردن. حتی بعضی از طالبایی که پاک بودن اونا رو هم آغشته کردن به این فساد. و مشاورین فاسدی که در ادارات هستن، و این نکاتی بود که این نکاتی رو که من خدمتتون بیان میکنم بنابر مشوره با کسانی که در داخل افغانستان هستن که اینا رو با چشم سر خودش دیدن. طرف یک مسئولی، یک طالبی اومده مثلا رئیس یک بخشی تعیین شده، از کار اونجا سر در نمیاره، 4 تا مشاور مسلکی که واقعا درس خوانده و فهمیده هستن از حکومت سابق، اینا به چابلوسی و با هزار یک خودش رو به این شخص نزدیک کردن و او رو هم کشاندن در این فساد آغشته کردن. یکی از اسباب فساد در امارت اسلامی طالبای سال 2021 است. ما که طالبایی داریم که 20 سال در جهاد بودن، اکثرشان انسان‌های واقعا، یعنی انسان‌های صادق هستن، انسان‌های امین هستن، انسان‌های خوب هستن. یک سری طالبای 2001 اینا نه در حکومت سابق بودن نه در دوران جمهوری، اکثر اینا مؤثرینی بودن که در دانشگاه مختلف در پاکستان در جای مختلف درس می‌خواندن. بعد از فروپاشی نظام جمهوری آمدن امارت اسلامی اینا برگشتن به افغانستان، اکثرشان با مدارک دیپلم و ماستری و دکترا آمدن در تخصصهای مختلف. بعد سر و وضعشون، قیافشون هم مثل طالبا درست کردن، هم کلاه قنداری و ریشای بلند و اینا. ما بهشون میگیم طالبای 2021. طالبای 2021 اینا در حکومت جمهوری نبودن، با سر و وضع طالب اصلی آمدن. مامورین سابق هم از اینا میترسن، مسلکی تر هستن، فهمیده تر هستن، دنیا دیده تر هستن، 2-3 زبان بلد هستن، درس خوانده هستن. اینها از البته همهشان نه، بازم اینو تاکید میکنم، اکثریت اینها از جمله عاملان نشر رشوت و فساد در حکومت امارت اسلامی هستن. تا به حدی که طالبای حقیقی رو هم اینا آغشته کردن، طالبای واقعی رو هم مال. یعنی وقتی که در اونجا الله سبحانه و تعالی تلک حدود الله فلا تقربوها که میگه، این مال ملاها رو، علما رو، انسانهای دیندار رو وسوسه میکنه.
چه برسه به طالب بیچاره‌ای که 20 سال رو در فقر و بدبختی در کوه‌ها گذرانده، امروز صاحب یک منصبی شده در دولت. آیستاسه او بیچاره رو هم کشاندن در این فساد آغشته کردن. روش دیگری که متاسفانه این رو خوب دقت بکنید، این رو با تیتر درشت میگم، یک روش جدید رشوت متاسفانه در امارت اسلامی است. طرف والی است، وزیر است، رئیس است، قماندان است، مسئول یک بخشی است، معینی است. میرید پیشش مثلا به عنوان یک تاجر، به عنوان چی میخواید یک معامله‌ای دارید، یک کاری میخواید انجام بدید، یک مشکلی دارید. خیر میگه کار شما رو انجام میدیم. خب اینجا یک مدرسه‌ای داریم، به این مدرسه 1 سال خرچش رو کمک بکنید. 1 سال خرچش مثلا $10,000 میشه یا $1,000، هر کس به اندازه انصافش و به اندازه مدرسهش. یا برای این مسجد یک فرشی بخرید، یا برای این مدرسه مثلا یک چند قوطی روغن و برنج ببرید. بعد از اون کار شما رو اجرا میکنه. این عین رشوت است. این عین رشوتی است، امون سحت است، رشوت است، حرام است، اکل اموال الناس بالباطل است. یکی از دوستان قصه میکرد، میگفت در زمان امارت اول یکی از انسانهای خیلی خوب، خیلی متقی و پرهیزگار در امارت، کسی همینطوری یک معامله‌ای داشته، گفت خالا خوب است، معامله انجام میدیم، منتها اینجا یک مسجدی است، برو این مسجد رو فرش بکن. حتی از باب رشوت و از باب اینکه مثلا حق کسی رو ضایع بکنه و یا کار غلطی برای این طرف انجام بده، همه کارش قانونی. بعد از تاجر هم درخواستی رو کرده بود، اونم از خدا خواسته رفته بود مسجد رو فرش کرده بود. گپ میگن به مولا عمر که رسید، طرف رو در محکمه نظامی محکمه کردن، بعد از اون از وظیفه اخراج کردن و گفتن تا وقتی که زنده است حق نداره در هیچ وظیفه دولتی کار بکنه. اما امروز باور کنید به اندازه شایع شده این، من از یکی نه 2 تا نه از 10 نفر شنیدم تا پیش طرف میرن به خاطر اجرای یک کاری. اینجا یک مدرسه است، به مدرسه کمک بکن، کارتو اجرا میکنیم. اینجا یک مسجدی است، مسجد رو فرش بکن یا پول فرشش اینقدر میشه. این عین رشوت است، این حرام است. حق نداره دیگه مأمور دولت، وزیر، رئیس، معین، هر کسی که از همچین درخواستی رو بکنه. طرف میاد مثلا یک شرکتی رو میخواد درست بکنه در یک بخشی، در معدن، در هر چیزی. یکی از سران حکومتی یا خودش یا پسرش یا یکی از اعضای خانواده‌اش رو درخواست میکنه که اینم شریک بکنید امراتون، 10%، 15%، 20%. این حرام است. مال یک مسلمان برای مسلمانی دیگری حلال نیست مگر اینکه به رضایت خودش باشه. کدوم انسان، کدام تاجری راضی میشه که تو 20% خودت رو یکی از فرزندانت و یکی از خویشانت رو شریک بکنی در شرکت او؟ حالا برای جواز یک شرکت طرف میره که مثلا شرکتی درست بکنه و امروز افغانستان چقدر نیاز داره مثلا به شرکت ها، به سرمایه گذاری، به خدمات عمومی. طرف میاد اونجا یک شرکت درست بکنه، آقا مسئول میگه که یا من یا یکی از فرزندانم یا یکی از خویشانم یا فلان یا علان رو شریک بکنید، بر شما جواز تجارت میدیم. در فابریکا حتی طرف فابریکه میسازه، میگه منو 5%، 10% شریک بکن. و این حرام است، رشوت است این. و من بعضی مواردی که ذکر کردم به طور مثال در همه جا صدق نمیکنه. الان مثلا در قضیه قراردادها واقعا یکی از نمونه‌ای که باید تحسین بشه، باید تعریف بشه، تمجید بشه، شاروالی کابل است یا بلدیه کابل یا شهرداری کابل، در ساختن سرک‌ها، در ساختن پل‌ها، در خدمات عمومی. واقعا یعنی نشان میده که این ارگان فعلا در امارت اسلامی داره با صداقت، با اخلاص داره کار میکنه، به دور از فساد، به دور از رشوت داره کار میکنه. چون با هیچ کس چشم چشمی ندارن، با هیچ کس مجامله نمیکنن و آنچه که نظام هست بالای همه تطبیق میکنن و خدماتی هم که انجام دادن. حتی من بارها شنیدم که یک سرکایی رو که غیر کرده بودن چون کیفیتش پایین بود، دوباره با همون شرکت ها امر کردن که بکنه دوباره آباد بکنه. و این خلاصه مطالبی بود که در این مورد من خدمت شما عزیزان خواستم بیان بکنم. یک حدود نیم ساعتی تا پایان برنامه داریم. اگر عزیزانی دوست دارن در برنامه شرکت بکنن و در مورد موضوع برنامه صحبت بکنن یا چشم دیدشون یا وقایعی رو که شاهد بودن و مطالبی رو که دوست دارن بیان بکنن، میتونن به شماره
برنامه که عزیزانمون زیرنویس کردن تماس بگیرن. خب دوستان عزیز، ما شماره واتساپمون متاسفانه مشکل داره، باز نمیشه دوباره بستن. به همین شماره میتونید از طریق مستقیم هم دوستان به من اشاره بکنن که اگر مستقیم میتونن زنگ بزنن، از طریق همین شماره مستقیم میتونید زنگ بزنید. دوستان عزیز، مشکلاتی رو که ما امروز مواجه هستیم در افغانستان، بعضی از کشورها وضعیتشون از وضعیت امروز افغانستان خیلی بدتر بود. به طور نمونه یکی از غول‌های اقتصادی شرق آسیا امروز سنگاپور است. سنگاپور اگر 20 سال 25 سال پیش شما سنگاپور رو می‌دیدید، وضعیتش از فقیرترین کشور آفریقایی بدتر بود. تنها کاری که در سنگاپور صورت گرفت مبارزه با فساد بود، مبارزه با فساد اداری، مبارزه با رشوت، مبارزه با ضایع کردن بیت المال. و امروز سنگاپور همتراز ژاپن و کشورهای مانند چین و ایناست. نمونه دیگر مالزی است. مالزی که امروز یکی از اقتصادهای قوی شرق آسیا محسوب میشه. مالزی های کشور فقیر و عقب مانده بود. فقط با اصلاحات اداری، با جلوگیری از رشوت و فساد اداری تونست که این مملکت پیشرفت بکنه. امروز همتراز ژاپن هست، همتراز کشورهای اروپایی است. در ظرف رواندا مثلا، شما امروز یک سرچ بکنید، رواندایی که شما اگر باید داشته باشید 20 سال قبل دو قبیله با هم چنان قتل عام کردن هم دیگر رو، حدود 1 میلیون نفر قتل عام شد. در کل رواندا شما مثلا یک سرک، یک خیابان قیر نمیتونستید پیدا بکنید. امروز یکی از شیکترین کشورهای آفریقای روانداست. فقط یک حکومتی آمد که جلوی فساد، جلوی رشوت، جلوی حق مردم رو خوردن، بیت المال رو ضایع کردن گرفته شد. دوستان اگر این تصاویر رو نشون بدن، این کشور روانداست که در جنگ‌های بین دو قبیله در اینجا، شاید تصاویرش رو قبلا دیده باشه، مردم به این حالت زندگی می‌کردن. این زیاد نیست، یعنی 15 سال پیش است. شاید بعضی تصاویر رو شما عزیزان دیده باشید که می آوردن انسان‌ها رو کنار یک گودالی، همونجا تیرباران می‌کردن، می‌کشتن به نوبت، یا گردنشون رو می‌بریدن. یک وقت این کلیپ‌ها زیاد نشر می‌شد. فقط تنها چیزی که صورت گرفت در رواندا این بود که یک شخصی آمد و این کشوری که با این وضعیت، این وضعیت زندگی بود در اونجا، در ظرف 5 سال این کشور رو از این حالت بربریت و قتل و کشتار و جنگ و فقر و بدبختی امروز به یکی از مدرنترین کشورهای دنیا. امروز از کشورهای عربی برای سرمایه‌گذاری مردم میرن در رواندا. تشکر میکنم دوستان عزیز. پس
سبب بدبختی و عقب ماندگی حکومت ها و ملت ها رشوت و فساد اداری است. اگر این برداشته بشه از یک جامعه، همه مشکلات حل میشه. خب دوستان عزیز، با عرض پوزش از مشکلی که در تماس های ایجاد شده، متاسفانه دوباره خط واتساپمون رو بستن. امشب نمیتونیم تماس های شما عزیزان رو داشته باشیم و خط تماس مستقیم هم متاسفانه مشکل داره. به هر صورت در اینجا به پایان برنامه امشب رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود و انشاءالله مشکل تماس هم حل شود. همه شما عزیزان رو به پروردگار متعال میسپارم. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيل